تاجیک یکی از بلوگرهای تاجیک مقیم روسیه که به مهاجران تاجیک از جمله برای گرفتن دستمزدشان از کارفرمایان به انصاف کمک میرساند با نشر 10 دقیقه ثبت صحبت تلفنیش با یک نفر ناشناس خبر داد که او را تهمت کرده ایستادند. در این ثبت یک نفر با صدای جوان مردانه کل تاجیک را ایبدار میکند که او گویا با تروریست ها در عراق و سوریه رابطه داشته و حتی بغدادی را شخصا میشناسد و گویا 140 بچه تاجیک را برای جنگ به عراق و سوریه فرستاده است. ولی جای دیگر او به جای سوریه و عراق میگوید که کل تاجیک به افغانستان آدم میفرستاد. هم صحبت کل تاجیک ادعا میکند که ثبت صحبت های بلاگی را دارند و او را میتوانند به آسانی به زندان اندازند. او باز هم با شیوه تهدیدآمیز کل تاجیک را به اون ابزار میکند که نسبت به جناب عالی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان دشنام‌های قبیح زده است و از سیاست پیش گرفته او تنقید کرده است. در این باره هم او نفر ادعا میکند که ثبت صحبت‌های کل تاجیک با تنقید امامعلی رحمان را در دست دارند. او به بلاگر پیشنهاد میکند که به خوبی خودش آمده بیانات دهد و همه چی را امضا کند. در این صورت او وعده داد که یگان فکر نسبت به بلاگر خواهند کرد. کل تاجیک چندین دفعه گریبان میگیرد و همه دعواهایی را که به ضدش اعلام کردند تهمت روی راست مینامد. پس معلوم می شود شما مردم را همین خیل با تهمت محکم میکنید. میپرسد او. کل تاجیک چند دفعه تکرار میکند که در یگان گروه کوش نیست، بغدادی را اصلا نمیشناسد، کسی را نه به سوریه نه به عراق و نه به افغانستان فرستاده است. معلوم نیست که نفری که به کل تاجیک تهدید میکرد نماینده یگان مقامات بود و یا میخواست بلاگر معروف را به تعبیر امروزه پرانک کند. کل تاجیک با ویدیوهای کمک‌هایش به مهاجران تاجیک معروف است. او از جمله قلابانی را که مهاجران را به وعده تیار کردن سندهایشان فریب میدهند فحش میکند. برای معاش مهاجران با کارفرمایان به انصاف وارد بحث می شود. ویدیوی کل تاجیک را در کانالش در یوتیوب 10,000 نفر تماشا می کنند.